الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان و استاد انصاری و دیگر موحدان عزیز. شعری سرودم فقط به خاطر آقای انصاریان که واقعا خیلی من دوستش دارم. حالا شعرمو میخونم. اهل سنت یا خدا گفت، با محبت یا خدا گفت. اهل سنت پیرو دین محمد، با دلی پر از محبت، عاشق آل محمد، با محبت یا خدا گفت. یا خدا گفت اهل سنت، پیرو توحید و سنت، دینشان دین هدایت، میکنن از دین حمایت، دشمن شرک و ضلالت، دینت این اهل سنت. گفته از قرآن به سنی، تو ببین شیعه حیدر، میکند هی شرک و بدعت، اهل سنت دار همت، میکند شیعه هدایت با محبت. شیعیان شدن هدایت، نکنن شرک و ضلالت، ندهند خمسی به آیت، نزنن بر سر صورت، شدن نیز اهل سنت. گفتند به مجلسی، کرده ای دین بدعتی، مجلسی گفتش ببین، میدهد حق حاجتی. اهل سنت گفت ببین، دینتان دین مشرکین، مجلسی گفتش بهارم، این کتاب باوقارم. اهل سنت گفت ببین، این بهارت با روایت، می کند بدین خیانت. مجلسی گفتش ببین، می کند این یا علی، می کند زمین دونیم گر نبود جبرئیل. اهل سنت خنده کرد، خود را زیبنده کرد، گفت ببین ای مجلسی، می کنی دین را چنین. تو نگفتی آن عمر کرد از علی ذلیل، گر که می کرد این علی، این زمین در دم دنین. پس چرا نکرد این علی، پس چرا که این علی نکند عمر دنین. اهل سنت گفت ببین، تو ببین ای مجلسی، می کنی علی ذلیل، می کنی علی بدین، می کنی علی خدا، کرده ای مردم جدا از خدای مسلمین. پس ببین ای مجلسی، تو بگیر گل در دهن، نکنی هی هر دم سخن. مجلسی زوری زد و گفت یا علی، اهل سنت گفت ببین، این علی خود شد ربی، میکنی هی کف بدین. مجلسی شد عصبانی، رفتشین پیش کلینی، گفت کلینی، میکند این شخص سنی، میکند ما را ذلیل، هست این خیلی دلیل، چه کنیم از دست سنی. این کلینی گفت ببین. بله، متاسفانه در اینجا پیامیشون قطع میشه و ادامه شعرشون رو ما نتونستیم دریافت بکنیم. انشالله دوباره تماس بگیرن و بقیه شعرشون هم بخونن که تا به این کلیپ اضافه بکنیم انشالله و بارها در شبکه پخش بشه.